سلام بچه، چجوری؟ امیدوارم حالتون عالی 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 باشه. امروز اومدیم با قسمت چهارم بازی آروید ریت یا میشه گفت مسافرت طولانی آفرود نوردی با ون. امیدوارم از سری قبلی خوشتون اومده باشه بچه. این سری که رد کردیم یه سری داستان، اما رسیدیم به شروع بدبختیمون. تا اینجای کار یه توضیح بود در مورد موقعیت های بازی فعلیمون. بچه اولین نکته من ازتون عذرخواهی میکنم برای اینکه یه نمه تصویر احتمال داره، تصویر گیم پلی باگ بشه، یه لحظاتی صدا قطع بشه، یه لحظاتی مثلا تصویر کلا فریز بشه یا خیلی لگدار بیاد براتون. شرمنده، من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه ما دو تا سیستم رو با کابل شبکه به هم دیگه وصل کردیم و کارت کپچر نداشتیم که بخوام کار دقیق و اصولی انجام بدیم. من عذرخواهی میکنم، ببخشید. از وبکم ویدیو بگیریم، برای این کار چیز کردیم، دوتا رو با هم مچ کردیم. بازم عذرخواهی میکنم بابت حالا اگه در ادامه ویدیو صدای قطع میشه، لگی، باگی، فریز شدن صفحه ای هست، ببخشید منو. بچه بعد با دانیال گل اومدیم این سری رو که دوباره مثل سری قبل تمامش کنیم با هم دیگه. و خلاصه که این داستانو نکته فکر نکنم بمونه غیر از اینکه کانال رو حتما بچه سابسکرایب کنید، لایک این ویدیو رو بزنید، یه کامنت خوشگلم بذارید و عرضم به خدمتتون که کانال دانیالم داخل بخش دیسکریپشن، توضیحات، حالا هر چیزی که هست اونجا گذاشتیمش و در خدمتتونیم. آقا دانیال سلام علیکم. سلام آقا بنیامین. خب آقا بنیامین علی وقتش از زنجیر چرخامون استفاده کنیم. بسم الله. آقا بعد 4 تا داشته باشیم، ما 2 تا داریم به جلو میبرم. خیلی زیگزاگی ببندیم، یکی جلوی که عقب، یعنی یکی راست جلوی که نه عقب. چون ماشین دف جلوه، باید به جلو ببندی. هواری بود. علی یک سنگی بشین تست کن. یه فرد فقط بده. بیا یا اول نه رد اینجا رد نی پشت سرمون داره، پشت سرمون سر میخوره، چون پشت سرمون زنجیر چرخ نداریم مجبوریم چیز ببندیم، میخ بزنیم. آره بعد دیر افتادیم و بذار چیز قبلی کنیم. من گفتم اون زنجیر چرخ اون گوشا گیر افتاده، گفتیم نیازمون نمیشه باشه جلوتر بمون میده. بذار الان میخ میزنیم که میخو باید خیلی بالا بزنیم. برو من حت و مت در آروی دیگه. خب بند خدا درخت اونجا بود، چرا زدی؟ نمیرسه به درخت. شفی و شفی تازه حتی به اینی هم که زدم به زور رسید. خیلی داشتی بالا شد. آقا دانیال کنترل برد نیفته پایین. سانت کردی؟ استوب سینه بزن بکش بریم. بشین پشت فرمون. بستن پشت رو زنجی چرخ نمیشه واکت الکی بستی. همون روش زیگزاگی تو فکر کنم جواب میداد، چون من فکر کردم اونقدر که سر نمیخواد، دقیقا همون جایی که زنجیر چرخ نزدیم سر میخواد. اگه یک جلو باشه یکی عقب فقط تک محور ماشین کار میده. دنده یک بذار، دنده یکی دیگه. آره داره لیز بس ای کنترل برو باز بده، دنده یک باز بده، برو ماشین رو ول نکن. سانت هم کن بالا نه ماشی وای نیست. کنترل منو ول کن. کنترل میگیرمش، کنترل ماشین رو بچرخ. علی با کنترلات خب یه کنترل نداریم، رفت تای درمی. خب الان دیگه ماشین اینجا بالا برو خدا بزرگ. نمیره بالا. دنده یک ده. آره دیگه چیز کن وایسا
پیو بزن پیو بزن پیو بزن. ببند به درخت. من مجبورم برم کنترل بیارم. واقعا رفت داره. آره به خاطر اینکه تو رو نجاتت بدم رفت تایی در کنترل. ماشین الان میفرستم. یه لحظه صبر کن اینم اگر میتونم ببینمش. خب ته در رست این هیچ جوره این نمیشه بری اون پایین. پس مجبوریم. چه کار داری میکنی؟ نه اصلا هیچ کاری نکن الان الکی میافتی. پی جواب نی فقط باید گاز بدن. جادهش بده چرا؟ کنترل اضافی نداری نه؟ نه وای زمان چقدر با چک پوینت فاصله داریم؟ خیلی دوره چک پوینت اصلا نمیشه ببینیش. دانیل بیا پینچه جلو رو یه رست با کن بودو بیا سریع بودو. بچه پیو میزنن دیگه ماشی باید نمیست. برو برو باز بده بیا ردی بیا ردی. برو گاز بده من بدنده. آها بیا ردی. خب کنترل نداره و این یعنی که الان هم یک گرگ بهت حمله کرد. یک گرگ بهت حمله کرد. چرخام تلفن برو عوضی برو. جک بزن زیر باش. این فرد پدرش کنه. جک هامون کو سخت همشین. جک نیوردی؟ خسته نباشی. جکش داره. من نمیدونم چه علاقه نداره این ماشین رو بذاری رو پی. خب دریدمونم رفت. خب آره داشتم اینو میگفتم ما اصلا جکش نداریم. بزن چرخه ماشین رو بزن. جکر رو در آر کابینت باشه هم جلوم یخ آیدون برو آره برو یه چون باشی. یه چرخان شله آجی از این رو تخته ها باید بری. از این بزن ببینم از این سنگا نمیشه با نه میشه رفت از این سنگا. از خیلی جا میشه رفت مثلا از اونجا هم میشه رفت. ببین مثلا میتونم بیام از اینجا میتونیم بیام اینجا تخته بزنیم از اینجا. خب
من بیام نگاره. نه بذار یه دست من راه رو بریم. اسکلت کیه اینا کنترل نبود. این دست فرمونو بده من اینجاشو خیلی و به صورت بی. خب این ور فکر کنم مسیر بهتر باشه چون اونجا ما کنترل نداریم. این یخه اون ثابت نیست. یخی که ثابت باشه هیچ صدا بسته بود. آقا اینجا گیر کردیم، اینجا گیر کردیم. کنترل و آقایان پرتت کنم از اینجا نمیرسی اونجا بری بیاری. کجا باید بیام ته مپه چک کنترل بود. یا نکن اقا منو نگی. نه خب سنگین میشیم دیزم. بود گوله برفی میشه بزنیشون فرار کنن؟ بذار یا با گوله برفی میشه نمیشه. نه برو ده. اوه آجی زدمش. نمیدیم اول بار بریم چک پوینت بعدی. چی موجی انداخته داد. نه خب باید پیاده بریم. چک پوینت قبلی که نزدیکترمونه. خونچون بریم چک پوینت قبلی. چوبا هم باید با خودم بیاریم جلوتر کل خراب دیگه. مثلا یه جا خوبیست هم حواسم نیست چیز ولی حالا احتمالا ادامهش بره برای پارت بعدی. یه چیزی رو تو OBS بلند کردم دیگه بلد نیست. درست شد. آقا نظر چیه اینجا اسکوپ بزنیم تا بریم اونو بیاریم؟ من گفتم یعنی الان اینجا این پاس تمام کنیم بریم برای بعد. آره چون پارت بعد باید این چیز کنم. الان کنترله که گمش کردیم یه ذره. آقا پس ما میریم بس کنترل رو میگیریم از اون چک پوینت بر میداریم
برمیگردیم میایم پیش ماشین، از اونجا به بعد میره برای پارت بعدی که حالا دیگه اونها هم شما تو پارت بعدی میتونید ببینید. دمتون گرم بابت نگاه آره. زیباتون که تا اینجا به ویدیو ما نگاه کردید. حتما یادتون نره لایک، کامنت و سابسکرایب دنبال کردن کانال یادتون نره. کانال دانیال دیسکریپشن هست. ممنون از نگاه زیباتون. فعلا خدافظ.